سلام بچه‌ها، امروز قراره یه ویدیو خنده‌دار داشته باشیم. قراره چشم بسته همون میکاپ کنیم، یا قراره خیلی خوشگل بشیم یا بشیم مثل یه دلقک. قطعاً هر چی که بشه شما خیلی میخندی. خب مثلا اول من تو رو میکاپ کنم یا تو منو میکاپ میکنی؟ اول من میکاپت کنم. خب پس شروع میکنیم. نمیبینی؟ مطمئنی؟ این چند تاست؟ 3. بین وسایل خودت باید بفهمی که چی رو انتخاب میکنی. اول چشام نره. پیدا کن دیگه. بیوت بلندره. اینا شمسی خانم. به اندازه یه هفته هم برام کرم زدی. تو داری چشمام هم بلند میکنی. خیلی فشار ندارم وگرنه میریخت. یه چیزایی هم بلدی ها. تیراتون فقط بپر ناخونام نره توش. یه میگیرم ازت. یه چشم چقدره؟ ابروام هم کاملا قشنگ کردی. با قرار بابا نوئل بشم، ابروام سفید. خب خم کردی پاشه یه راست رفته تو ریمه؟ ریمنه؟ تحصیله میخواستم نه؟ یس. خب ازم چشاتو ببند که نره تو چشم فرو نشد. یه جایی گیر کرد. دقیقا سر جای خودشه. اینجا زدم؟ نمیدونم باید میکاپ کار بگه. ازم سکوت کن چشم بالا. بالا کورم میکنی. خب نبر بالا یه جوری یه کاریش بکن. فقط عروسکی کار میکنه. عروسک آنابل. ازم میخوای اینجوری بایستا که بچه ها یاد بگیرن چجوری آرش. بچه حواستون بشه خطوطو بلند کنی. آره من خوشم نمیاد خطی نباشه، فید نباشه. خانم من ببند، هی نباید بگم ببند. از آبی میره تو قرمز، از قرمز میره به زرد. من دیگه نمیدونم سری قبل دست خط چشم. اصلا باز نمیشه. بعد هیچ شرایطی چشاتو باز نکن. اگه آرایشم قشنگ بشه قطعا آرایشگرا برشکست میکنن، چون که چشم بستم آرایش قشنگ میشه. من زیر میکشم یا رو میکشم. دقیقا جای خودشه. یه کوچولو تفاوت داره. یه کوچولو چرا؟ خودم هنوز ندیدم ولی خب خیلی کنجکاو شدم بدونم چه شکلی شده. سانسور داریم. هم سکوت کن. اومد یه خطی بزنم حالی. این یکیه رو داره خوب تو کار کانتوری ها. سلطان کن.
اینجوری دماغو میگیریم اینجوری خب وسطش رو تیره میکنیم همیشه وسطش روشن هم ولی اینجا قرار تیره باشه اشتباه شد ببخشید اینو میذاریم اینجا دوبر رو کانتور میکنیم چیزی برخورد دستم هم زخم شده به نظرم بیشتر دست خودتو کانتور میکنی ازم دیگه من کلا تخصصم بزرگ کردن بینیه نه کوچیک کردن بچه تا اینجا میکاپ هم چطوره؟ عالی من کی بگه بده خودش همه وردی حسودن. و حسود و پلاستیکی واقعا به نظرم داره متقارن آرایش میکنه خب ریمل خیلی ترسناکه اون میاد تو چشت میخوای ریمل نزنیم؟ نه خودت خواستی چمه فیلم کنم دوری چشات اصلا باز نکن خب اصلا فکر نمی کنم شبیه درقک شده باشم خب با فشار محکم هم میره رو تو میخوام بره تو وجودت خب آماده ای؟ باز کنم باز کن میخوام خیلی بد نشد چرا یکی چی نشد چون اینا رو داشتی میزدی تو ابروم نه خیلی هم بد نشد یعنی آره اصلا ذهنم بود خیلی میتونست بدتر باشه چیره میرم هر روژه لب رو خدای خوب زدم به خدا آنابل قشنگتر از من بود الان دیگه تلافی نکنی هم خیلی انجام بدی تازه لبام قنچه کرده ببین اینجا رو اینجا رو کرده، نزده اینجا رو. عروسی چیزی داشته در خدمت الان نوبت تلافیه دیگه بریم نه. آخر سرم میگیم کدوممون بهتر میکاپ کرده ها آخرش قطعا خوشگل باید وایسیم حتما مقایسه کنیم وقتی آدم چشمش بسته است چقدر دنیا سخت خوبه یه چیزی چشم من از آینده همه تون سفید تر شد مگه از همین را دوست داشتیم خیلی نمیدونم دارم کجا میرم باید فیکسش کنیم اول شما خوش اومدید خوبه تو گوشم خوشی خیلی دارم تمرکز میکنم خب آفرین الان داشتی کار من زیر سوال میبردی خیلی میشه بایستم ترنج بزنم رو بینیتم یه خورده سرخ کنم سای اسماکی چطوره؟ اسماکی صورتی لابد نه شدم آبی خوبه رنگ بدی نیست
خورد کرد پیوستش این گربه میخنده چیه؟ موزه کجا داری تمرکزم رو از بین میبری. باش تو تمرکز نکنی کن شما یکی از موجه ها مفتاد پولمون یه دونه رو خوردمش این شکلشی شدیم این بچه که بودیم مارش میکردیم میخواستیم بریم همون هرچی داشتیم میماندیم یه راجع لب مامانمون رو برمیداشتیم میزدیم و همه جا آده این هم شدیم لازم من خودم ببینم من بهتر میکاپ کردم عالی عالی ندار من میدونستم لبت کجا قضاوت کنیم خیلی نزدیک باید مشخص باشه بچه ها ببینن میکاپ کدوممون بهتره میکاپ من بهتره ببین قشنگ سایه رو قشنگ دادم فقط سایه این لبتو خیلی خوب کشیدم شدم اگه سرخ بوزدم خب بچه ها به نظرتون میکاپمون چطوری شد؟ شبیه دلقک شدیم یا خوشگل شدیم؟ تو واقعا بریم خوشگل دور شدی. دور؟ عالیه برنامه دور دور امشب یه کامنت ها برامون بنویسین که به نظرتون کدوم بهتر میکاپ کرده که دعوا نشه واقعا واقعا بنویسیم آره رو راست باشیم با هم